سلام. ماجرای سیسمونی گیت یکی از اون گیرهای سپیچی بود که نظام ولی فقیه رو حسابی پیچوند و تصویر جدیدی از وضعیت هشل هفت نظامی داد که مثلا قرار بود با اومدن رئیسی و قالیباف یک دست شده باشه. داستان از افشای چند عکس از فرودگاه شروع شد که الان دیگه اغلب باش آشنا هستند. خود عکس ها چیزی توش نیست، ولی قضیه وقتی بالا گرفت که شاهدان صحنه نقل کردند که ظاهرا اینها فک و فامیل های قالیباف هستند که بار زیادی با خودشون آوردند و با عوامل فرودگاه هم بحثشون شده. خب یه بخشش همون چیزای عمومیه که ملت دارن میفرستن. اونجا هم یه سری عکس و فیلم بود که آقا اینجا یه خانواده 4 تا چرخ گنده دارن، 4 تا چرخ بزرگ پر چمدون و تخت و هم کالسکه و وسایل بچه و ایناست. چادری و مذهبی هم هستن. دعواشون شد، صحبت کردن با گیتونه، دعوا نه، صحبت کردن. بعدش تلفن زدن و اینا. ما اینجا داشتیم میشنیدیم خانواده آقای قالیباف و اینا اسم قالیباف رو می آوردن، چون آقای قالیباف مثل که کلا خودش این همین چیز خلبانی که داره و بعد یک دو ماه یه بار مثل که پرواز داشته باشه که اون لایسنسش و ایناش باطل نشه، مثل که خب همین هواپیمای معراج انجام میده کلا. و کلا خانواده‌اش هم سفرشون هواپیمای معراج میرن. که اینجا چون بارشون خیلی غیر معمول بود و اینا در این حد بود، اینجوری چیز کردن. حالا اونورم احتمالاً گمرک و فلان و اینا رو با تلفن و اینا حل کردن که اینجا اینجوری بود. حالا ما نمیشناختیمشون، اصلا نمیشناختن هیچ کدوم از اینا رو. این کسی که الان صداشو شنیدید همون کسیه که این خبر رو توی توییترش منتشر کرده. جالب اینه که فکر نکنید که این مثلا یکی از براندازاست که این افشاگری کرده. نه، این بابا خودش یک بسیجیه از یک طیفی موسوم به عدالتخواه. من آقای قالیباف رو فاسد میدونم. آقای قالیباف در پرونده املاک نجومی چی شد؟ بالاخره نتیجهش چی شد؟ کی قرار پیگیری کنه؟ فاسدن دیگه. میدونید وضع کشور فسادش اصولگرا فرقشون با اصلاح طلبا چیه؟ فرق اصولگرا این موقع که فساد میکنن تمام قوه قضاییه بسیج میشه ماله بکشه. خلاصه اینا ادعاشون اینه که ما دست همه رو میکنیم، از وزیر دولت تا نماینده مجلس به همه هم گیر میدن. حالا ممکنه که شما سوال کنید که چجوریه؟ مگه میشه که اینقدر راحت توی نظام به همه گیر بده، به رأس قوه گیر بده بعد کسی کارش نشده باشه؟ قضیه اینه که این جماعت به اصطلاح عدالتخواه در واقع خودشون رو مسخره کردن، چون هدفشون اینه که به همه گیر بدن الا مقصر اصلی یعنی سید علی. اینم که توی نظام اینقدر بهشون میدون میدن و براشون فیلم هم میسازن، علتش اینه که اینا کارشون اینه که توی این اوضاع بدبختی نظام ولی فقیه رو در ببرن و خلاصه فلش رو روی این مدیر یا اون وزیر میبرن که روی اون اصل کاریه نره. وگرنه تو که اسم تو گذاشتی عدالتخواه، بزرگترین بی‌عدالتی توی این مملکت اینه که یکی به اسم ولی فقیه حق حاکمیت مردم رو غصب کرده، خودش تکی داره مادام العمر برای 80 میلیون تصمیم میگیره. ولی اینا این اصل کاری رو ول کردن، میرن دنبال هر چیز دیگه ای مثل سیسمونی نوه قالیباف. حالا برگردیم به سیسمونی گیت. پس قضیه از این چند تا توییت شروع شد که این بسیجی گفت به من خبر رسیده که یک ماجرایی توی فرودگاه اتفاق افتاده که زن قالیباف و دختر قالیباف و داماد قالیباف با یه عالم جنس از سفر ترکیه برگشتن و گویا بارشون هم سیسمونی یعنی لوازم بچه مثل چرخ و کالسکه و لباس و اینا بوده. خب حالا اگه اینا رفتن فقط خرید کردن، مشکلش چیه؟ مشکلش توی این توییت اینطور منعکس شده. باور کنید نمیشه اون بالا نشست و با چفیه برای مردم از تولید ملی و اشتغال و ممنوعیت ورود لوازم خانگی و خودرو ملی سخنرانی کرد و خانواده رو برای خرید سیسمونی بدرقه ترکیه کرد. داریم از تناقض پاره میشیم. بله، مشکل توی اینه که همین قالیباف توی مناظرهای انتخاباتیش رگ گلوش باد میکرد که چرا وزرای دولت میرن برای بچهشون از خارج کشور لباس میخرن و دنبال رأی جمع کردن با این جست و پوزها بود. حالا همه اونایی که بهش رأی دادن دارن از تناقض پاره میشن. وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. بعد درد اینجاست که ما میگیم دختر وزیر، به نقل از آقای جهانگیری میگم، بیکار مظلومه، بره این کار انجام بده. بقیه مردم بیچاره چیکار کنن؟ تکلیف اونا چه؟ اونا میتونن کار انجام بدن؟ من اصلا قضاوت نکردم که این جرم هست یا نیست. این با قوه قضاییه است.
ولی اصل این واردات خطاست. این محموله وقتی اینجا میاد اصلش خطاست. کلیپ این صحبت‌های قالیباف توی مجازی خیلی سریع وایرال شد. چیزی که حالا تناقض بسیجی‌ها رو بیشتر کرد اینه که عین همین شعارهای ریاکارانه رو خود خامنه‌ای هم داره هر سال میده. اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، ممنوعیت واردات لوازم خانگی. تلویزیون آخوندی هم هر روز و شب داره این چیزها رو برای ملت تبلیغ میکنه. واردات لوازم خانگی کره جنوبی به کشور ممنوع شد. رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرده بود واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولید کنندگان می شود و باید جلوی آن گرفته شود. توی این فضا وقتی یه همچین خبری درز میکنه که خانواده یک رئیس قوه، یعنی رئیس مجلس یک دست ولایت مدارشون رفته سفر ترکیه با 20 چمدون جنس برگشته، خب همه بسیجا فیوز میپرونن دیگه. به قالیباف هم انتقاده. اینا رو بکوبیم، مردم کوچه بازار نمیگن قالیباف طیف فکریش با رئیسی فرق داره، رئیسی با جلیلی فرق داره. میگن آقا اینا همه ریشوان، همه انقلابیان، همه چفیه بندازان. دیدی اینا هم هیچ پخی نبودن؟ منی که محل زندگیم با مرز ترکیه 40-50 کیلومتر فاصله داره، تا حالا پامو نذاشتم اونور، برا من از همه سنگین‌تره که زن و بچه این خاک بر سرشون رفتن اونجا این همه خرید کردن. اتفاقا بچه‌ها الان بهم خبر دادن 19 تا ساک داشتن. خب اگه این موضوع به همین شکلی که فرمودید باشه، واقعا در این ساعت شب مرگ رو به زندگی ترجیح میدم. وای بر ما. اگه شرف داشته باشه آقای قالیباف دو کار میکنه، یا میگه من لایق کار و مسئولیت نیستم کنار میره، یا حداقل بگه آقا من نمیتونم خانواده‌مو مدیریت کنم و باز لایق کار نیستم کنار میره. چقدر ما متلک بشنویم به خاطر طرفداری از اینا. کدوم انقلابی احمقی از آب شدن سرمایه‌های آبرویی انقلاب اسلامی خوشحال میشه؟ به ما خیانت شده، فریبمون دادن، دروغ گفتن، انقلابی ها رو با دنیا طلبیشون به جون هم انداختن. اینکه نتونیم به کسایی که جهاد و شهادت رو دیدن اعتماد کنیم خوشحالی داره؟ ما عصبانی هستیم آقا. بعضی از سایبری های نظام که قبلا کارشون مالکشی جنایات نظام بوده، اینجا دیگه کم آوردن و اعلام بریدگی کردن و این یکی به همه مالکش ها فراخوان به ریزش میده. بی خود میکنه میاد از دختر فلان وزیر حرف میزنه، بعد زن خودشو میفرسته ترکیه که سیسمونی بخرن. بیشرفی هم حدی داره. آقا ماله رو بذاریم زمین. از این دست واکنش ها اینقدر زیاد شد که ظاهرا خامنه‌ای گفت یه جوری این قضیه رو جمع و جور کنید. قالیباف هم برای اینکه دم خودش رو از تله در بیاره، پسرش رو فرستاد که با یک بیانیه قضیه رو رفع و رجوع کنه. پسر هم توی اینستاش زیر تیتر خطای نابخشودنی نوشت خواهرم و همسرش کاری انجام دادن که حتما غلط است. این سفر در این شرایط اقتصادی مردم یقینا اشتباه است. آنچه این خطا را نابخشودنی تر می کند آن است که به امید و اعتماد مردم ضربه می زند. و در ادامه هم گفت که هدف سفر خرید سیسمونی نبود و قالیباف با این سفر مخالف بوده ولی به حرفش گوش نکردن. اما همین اطلاعیه این پکیج رو تکمیل کرد و شد گوز بالاگوز برای قالیباف، چون هم اصل خبر رو تایید کرد که این سفر صورت گرفته، اونم وسط ماه رمضان، و دوما این کار یک خطای نابخشودنی بوده. یعنی یک وضعیتی ایجاد کرد که در مالکش این خبر رو بالکل گل گرفت. این عذرخواهی رو کسی که تحویل نگرفت هیچ، بلکه بیشتر مثل بنزین روی آتیش عمل کرد. بسیجی‌های دیگه همین اطلاعیه رو زیر سوال بردن. از جمله گفتن چرا تو این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به زن قالیباف نکرده و می‌خواسته حضور زن قالیباف رو بپوشونه. اگر قالیباف مخالف بوده پس چرا زنش با اون رفته سفر؟ در انتها هم به قانون زن ستیزانه‌ای که توی همین مجلس تصویب شده اشاره کردند که طبق این قانون خانم متأهل باید برای خروج از کشور از شوهرش اجازه می‌گرفته. پس چطور زن قالیباف بدون اطلاع رفته سفر؟ بعد خبرگزاری رسمی سپاه اومد این قضیه رو جمع کنه و بسیجی‌های سرگردون رو رام کنه. گفت ما سوال کردیم اصلا اینا بار اضافه نداشتن، سیسمونی نخریدن. ولی تو کامنت های همین مقاله باز بسیجی‌های آتش به اختیار جوری پاچه همدیگه رو گرفتن که آدم یاد دنیای غرب وحشی میفته. هر کی میومد این قضیه رو ماله بکشه بقیه براش هفتیر میکشیدن. خانواده مسئولین انسانن، قرار نیست تا پایان مسئولیتشون فرزنداشون تو قرنطینه باشن. کی گفت قرنطینه‌شن؟
حداقل نصف شعاری که میدن خودشون عمل کنن. ما رو تو قرنطینه کردن که ببرن بهشت، بعد خودشون دنبال بهشت دنیوی ان. الان هزینه سفر به کیش کمتره. بعد شما از کجا میدونید هزینه سفر دختر ایشون به ترکیه چقدر بوده؟ اصلا شاید زمینی مسافرت کرده باشن. تو فرودگاه بودن. نفهم. این کار کردن که آقای قالیباف جلوی مردم خراب کنن. سفری رفتن. خب این که یه امر عادیه، بزرگش کردن. پس عذرخواهی پسر قالیباف برای چی بود؟ خلاصه اینکه تحقیقات خود خبرگزاری سپاه هم از این قضیه گیرپاچ کرد و دستاشو بالا کرد که آقا این ماجرا اینقدر چاله چوله داره که دیگه هیچ رقمه نمیشه ماله کشید. بنابراین یه مقاله دیگه زدن و گفتن قالیباف حداقل به این سوالا باید خودش پاسخ بده. در ماجرای سفر برخی نزدیکان قالیباف به ترکیه گره‌های ذهنی در میان افکار عمومی قرار دارد که جز با اطلاع رسانی صادقانه امکان باز شدن آن گره‌ها نخواهد بود. مثل اینکه چرا همسر قالیباف در این سفر حاضر بوده است؟ اگر فرزند قالیباف به نیت خرید سیسمونی به ترکیه نرفته، پس چرا رفته است؟ در این رابطه گمان زنی‌های زیادی انجام شده، از اینکه اینا رفته بودن در یکی از مناطق مرفه استانبول آپارتمان بخرن که اگر تعقیب توقی خورد سریع جیم بشن، بعد از اون ساختمونا عکس منتشر کردن، یا اینکه بار اصلی اون چمدونا دلار بوده، یعنی برای پولشویی رفته بودن. خلاصه از اونجایی که این ماجرا با سکوت معنادار خود قالیباف مواجه شد، نیروهای داخلی نظام و حتی هارترین بسیجی‌ها هم مسئله دار شدن و از دید مردم هم یک رسوایی به بقیه رسوایی‌های خامنه‌ای اضافه شد. نکته غم‌انگیز ماجرا اینجاست که آقای لاریجانی را به بهانه عدم ساده زیستی رد صلاحیت کردند. شورای نگهبان مقصر اصلی دروغگویی و ریاکاری مسئولان است. انشالله نوه‌جان بزرگ میشن، میرن مدرسه مهر هشتم، بعدش هم دانشگاه امام صادق و انشالله یه منصب حکومتی مشتی. ریش و چفیه علامت دوستای جانماز آبکش. مردم مقاومت کنن و گرسنگی و بدبختی بکشن تا آقایون سرمایه مملکت رو ببرن خارج از کشور اشغال کنن. توف به مرامتون. یا این یکی هم در مورد خرید سیسمونی از ترکیه و تناقضش با شعارهای حمایت از تولید داخل اینطوری گفته: شاید وارد کردن که با مهندسی معکوس تولید ملی رو شکوفا کنن. آقا طرف زن و بچه‌ش جایگاه پدر و خانواده رو نمیفهمن. اوکی، مشکل نیست، استعفا بده، همچین هنری هم نداره تو این جایگاه. چطور این آقا برای 80 میلیون آدم مستقل میتونه تصمیم بگیره و بعضی‌ها رو هم با لوله به راه راست هدایت کنه، اما نمیتونه خانواده‌شو به راه راست هدایت کنه؟ کمتر دور قاب بادمجون بچینیم. قالیباف زن و بچه رو مخفیانه فرستاد ترکیه خرید، ولی ماجرا لو رفت. بعد رفت یک کارگروه تشکیل داد برای مالکشی، ماجرا اونم لو رفت. 2 دقیقه هیچ کاری نکن سردار، ببین کی داره از بین خودتون شما رو به چاه میده. حضرت عباسی این چه طرز مالکشیه؟ بابا شما تو رزومتون مالکشی برای عیسی شریفی و هلدینگ یاس و غیره رو دارید. ازتون انتظار بیشتری میره، یکم دل به کار بدید. 4 روز از داستان سیسمونی گیت گذشت. هیچ کدوم از مقامات کشوری و لشکری اعلام موضع نکردن. همگی منتظرن اول رهبر موضع‌گیری کنه تا بعداً همسو با رهبر قد کنن. در نهایت میشه گفت که بعد از این داستان سیسمونی گیت به ادبیات سیاسی ایران اضافه شد و در فرهنگ عامه مردم کلمه سیسمونی یک معنی دیگه هم پیدا کرد. اون هم نشانه ای از ریاکاری و دجالیت و چپاول مقامات حکومت آخوندی که در شعارهای مردم هم این روزها منعکس میشه. سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه. سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه.